بعد از آن مصنف در ابتدای کتاب گفتند که بسم الله الرحمن الرحیم اعلم رحمك الله انه یجب علینا تعلم اربع مسائل. بدان الله تعالی تو را رحم کند. البته برای هر یکی ما تعلیم گرفتن 4 مسئله واجب است. گفتن در این مقدمه گفتند که ما باید 4 مسئله را دانیم. الاولى العلم. مسئله یکم این علم است. علم چی است؟ یعنی علم این تعریفی که مصنف اینجا علم را معرفی کردن مراد علم در شریعت، اما در لغت عرب العلم علم معرفت الشیء على ما هو علیه فی الواقع، دانستن یک چیز چخیلی که او در واقع هست. مثلا گفتید که همین ساعت است، این علم است، واقعا این ساعت است. اگر نمیدانم گوید این جهل است. اگر گوید که این قلم است گوید این جهل مرکب است. یعنی شما از دو جهلتان مرکب ترکیب یافتگی است. نمیدانید و نمیدانید که نمیدانید. کسی نمیدانم گفت او جهلش بسیط است، جهلش بخیر است. او نمیداند و میداند که او نمیداند. علم این است که یک آدم گفت که این ساعت است، این علم دارد. این تعریف علم از نگاه لغت. العلم معرفت الشیء علی ما هو علیه فی الواقع. دانستن یک چیز چخیلی که در واقع هست، یعنی حقیقت یک چیز دانستن علم است. اما در شریعت هو معرفت الله و معرفت نبیه و معرفت دین الاسلام بالادله. علم شناختن الله تعالی و شناختن پیغمبرش صلی الله علیه وسلم و شناختن دین اسلام با دلیل ها. انا همین 3 اصل است. لیکن اینا در ضمن 4 مسئله در آوردن. 3 اصل همین چیز است که بنده روز قیامت در قبرش در اولین منزله های آخرت در منزله قبر پرسیده میشد که پروردگارت کیست؟ پیغمبرت کیست؟ دینت چیست؟ علم شناختن الله و شناختن رسول الله صلی الله علیه وسلم و شناختن دین اسلام با دلیل گفتن. به دلیل نه، با دلیل ها. یعنی وقتی که ما الله تعالی رو معرفی میکنیم، به مردم شناسایی میکنیم یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو معرفی میکنیم، با دلیل باید معرفی کنیم. دلیل از قرآن و از حدیث صحیح جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم میشد. الثانی العمل به. دوم مسئله عمل کردن به علم. علم که آموختیم باید عمل کنیم. الثالثه الدعوه الیه. سومین مسئله علم گرفتیم عمل کردیم باید مردم رو دعوت کنیم و مردم تعلیم دهیم آن چیزی که خودمون آموختیم و عمل کردیم. الرابعه الصبر علی الاذى فیه. چهارمینش صبر کردن در اذیت در راه الله تعالی. وقتی که علم آموختید عمل کردید الکی فنات شدید. مردم فنات میگن، یعنی یک نوع یا تروریست یا افراطی یا بیعقل. وقتی که دعوت کردید الکی این افراطگرایی، وقتی که امر معروف کردید نهی منکر کردید البته اذیت داده میشید. مردم یا سخن میگن. در این حالت شریعت شما رو وصیت میکند که صبر کنید. الصبر علی الاذى فیه. در همین راه، در راه آموختن علم، در راه عمل کردن به نماز بامداد خستن آسان نیست. از گناه خودداری کردن آسان نیست. به سرتان مصیبت میبیاد صبر کردن آسان نیست. یعنی عمل میکنید، مردم رو دعوت میکنید. وقتی که دعوت میکنید تو خودت کی هستی؟ تو خودت نبودی که فلان روز فلان کار رو میکردی؟ تو رفته و فلانی ها رو دعوت کن، ما از تو بلند هستیم یا دیگر و دیگر تحقیرها وقتی که دعوت میکنند. بنابراین چهارمینش صبر کردن در این راه، در این 3 راه، هم در امر معروف و نهی منکر و تعلیم شریعت، هم در عمل کردن، هم در تعلیم علم هم حاجت به صبر. کسی که صبر نداشته باشه علم نمیگیرد. 5 سال قرآن حفظ میکنه و حرکت میکنه نمیشه. از این طرف از خود میکنه، از این طرف فراموش میکنه. میگه این کاری ما نبوده است که ترک میکنه. شاید 6 ماه دیگه کوشش میکرد الله کشایش میداد. صبر لازم است در همه این کارها. بنابراین الله تعالی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. البته شخصیت هایی که صبر میکنن اجراشون به حساب و کتاب داده میشه. و دلیل قوله تعالی
دلیل برای این 4 مسئله قول الله تعالی که بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله تعالی در این سوره قسم به عصر، قسم بعضی‌ها میگن زمانه، بعضی‌ها میگن نماز عصر است. هر دوش هم درست است. زمانه هم چیزی بزرگ است، یعنی 100 سال رو یک عصر میگن و اینچنین نماز عصر هم بهترینی 5 وقت نمازها هست، نماز میانه هست. قسم به نماز عصر یا قسم به زمانه ان الانسان لفی خسر، البته انسان در ضرر است. الا الذين آمنوا، یعنی انسان مطلق انسان ها، تمام انسان ها در ضرر هستند، ضرر میبینند در حیاتشان. الا الذين آمنوا، غیر آنهایی که ایمان آوردند و عمل های صالح کردند و عمل الصالحات و تواصوا بالحق، مردم رو برای حق توصیه کردند و تواصوا بالصبر، مردم رو به صبر توصیه کردند. صبر کنید گفتند، مردم رو دعوت به سوی صبر کرده. اینها در ضرر نیستند، دیگرها در ضرر هستند. قال الشافعی رحمه الله تعالی لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هذه السوره لكفتهم. امام شافعی گفتند که اگر الله تعالی برای خلقش دیگر دلیل نازل نمیکرد غیر همین آیت کفایتی میکرد. مقصد برای پند، برای نصیحت دیگر آیت نازل نمیکرد مگر همین آیت را کفایتی میکرد. میگم یعنی مراد امام شافعی اینه که دیگر آیت ها شرط نه فهمیدنش، دانستنش، فقط همین آیت اگر فهمیم بس است نه. یعنی در بابت نصیحت نه در بابت احکام. چقدر آیت هایی است که الله تعالی احکام قصاص، احکام روزه، احکام زکات، احکام حج، احکام نماز، احکام سلام، آداب و اخلاق، دیگر چیزها را به ما تعلیم داد. یعنی نمی شود با آموختن یک سوره و العصر همه آن را فهمیم. یعنی مراد امام شافعی میگن که همچون نصیحت اگر الله تعالی فقط همین سوره را نازل میکرد کفایه بود با آدمی با عقل. و قال البخاری رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. و امام بخاری در صحیح بخاری گفتن که باب در این باره که علم پیش از قول و پیش از عمل. پیش از آن که سخن کنید اول علم داشته باشید. پیش از آن که عمل میکنید اول علم داشته باشید که همین عمل شما آیا مشروع هست یا نه، یعنی امر شریعت هست یا نه. و دلیل قوله تعالی فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. دلیل برای این قول، یعنی برای قول بخاری، قول الله تعالی که الله تعالی گفت که علم آموز. ببینید اول الله تعالی با آموختن علم امر کرد، سپس گفت که انه لا اله الا الله، لا اله الا الله بگو. گفتنی لا اله الا الله عملی زبان است. و استغفر لذنبک، به گناهایت توبه کن، این عملی بدن هست. پیش از آن که سخن کنی، پیش از آن که عمل کنی اول علم آموز. فبدأ بالعلم، الله تعالی با علم شروع کرد. علم آموز گفت اول. قبل القول والعمل، پیش از آن که سخن و عمل را ذکر کند اول الله تعالی ما را به علم امر کرد. والله اعلم و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.